مهاجرت برای انسانهای قویه. یعنی شما اگر مهاجرت کردید، لول قدرت روحی و فکریتون بارها و بارها از آدمایی که مهاجرت نکردن و دارن در محل زندگی خودشون زندگی میکنن قوی تره. همیشه مهاجرها باعث تغییر شدن و اکثرا غالبا این مهاجرت ها باعث شده که پیشرفت به وجود بیاد. گوشی رو شما برمیداری به این شکل، روز و شب اینو بالا پایینش میکنی. ببین پژمان و لیلا با همن ها. اینو نگاه کن، اینو نگاه کن، رضاست با یه دختر آلمانی رفیق شده. وای من الان این همه ساله اینجا، چرا من نمیتونم مثل پژمان و لیلا خوشحال باشم؟ چرا من نمیتونستم یه دونه دختر اتریشی و آلمانی رو باهاش رفیق بشم؟ چرا من نمیتونم با فلانی رفیق بشم؟ این مقایسه کردن ها نابود میکنه شما. و این دختره و این پسر دلخواهشون میاد در زندگیشون، عوضی که با این خوش باشن، عوضی که با این لذت ببرن از زندگیشون، دائم با تلخی هایی که تو گفته هاشون هست هم حال خودشون رو میگیرن هم حال اون دختر و پسر رو. به خاطر همین خیلی زود دوباره این آدم ها تنها میشن. چون کدوم یکی از ماها هستیم که دلمون میخواد با یه آدمی که فقط راجع به چیزای منفی صحبت میکنه دوستی برقرار کنیم؟ بچه ها من فکر نمی کنم تعدادشون خیلی زیاد باشه. الان در اروپا هستی، میتونی بری از این بلیط های ارزون بخری و بری چند تا کشور اروپایی رو ببینی و لذتش رو ببری. و همون تنهاییت میتونی، چون وقت داری، چون وقتت برای خودته، چون به کسی مسئولیتی نداری، میتونی بلندشی بری و از زندگی لذت ببری. اما تو خودت نمیخوای رفیق، تو خودت میخوای همچنان برای خودت یک بهونه درست کنی که ناراحت باشی. تمام زندگی تو این گوشی تلفن همراهته که ببینیش و از داخلش نگاه بکنی به زندگی‌های آدمای دیگه و قصه بخوری. این زندگی تو. همیشه اینجا به شما گفتم بچه‌ها، من همیشه گفتم دوستی در اروپا یک به توان 5 اگر اون دوستتون خارجی باشه و 1 به توان 10 اگر اون دوستتون ایرانی باشه. یعنی یک دوست ایرانی واقعا اینجا خیلی ارزشمنده بچه‌ها. دوست خارجی هم خیلی ارزشمنده، به شما خیلی کمک میکنه، ولی غالبا یک دوست ایرانی به شما بیشتر کمک میکنه. این نظر من. به ما میگه که فلان کارو نکن، فلان کارو بکن، یا تو اینجوری هستی، وای چقدر زشتی، وای چقدر شکم آوردی، وای چرا این شکلی شدی. اصلا مهم نیست. آقا من اینم، سنم اینه، قیافم این شکلیه، چه میدونم برخوردام اینجوریه. اگر داره شما رو ناراحت میکنم واقعا متاسفم، اما ببخشید من براش نمیتونم کاری بکنم. من همینم، اینم. درود دوستان عزیزم، اینجا کانال دریچه‌ای به سوی حقیقته و من جوزف میرزایی هستم. درود دوستان عزیزم، خیلی خوشحالم که بار دیگه در خدمت شما عزیزان هستم و این فرصت رو دارم که یک ویدیو دیگر رو تقدیم شما کنم. اما موضوع این هفته بچه‌ها در مورد افسردگی هست. افسردگی مسئله‌ایه که ممکنه هر انسانی رو تحت شعاع خودش قرار بده. حالا شما چه یک مهاجر باشید چه یک مهاجر نباشید. مسئله خیلی مهمیه و هر انسانی همونطور که گفتم رو میتونه درگیر خودش بود. اما اشتباهی که خیلی از آدما میکنن اینه که افسردگی رو با ناراحتی مقطعی اشتباه میگیرن. ببینید بچه‌ها، این چیزی که ما اینجا داریم اسمش مغزه و این کامپیوتر نیست و تشکیل شده از عصب و سلول‌های مختلف و حتی هورمون‌های بدن هم بهش تأثیر میذارن. پس گاهی شما واقعا افسرده نیستید و اتفاقایی که از خارج اتفاق میفته یا هورمون‌هایی که داخل بدنتون تولید میشه باعث میشه که شما به صورت مقطعی مدت حالتون بد باشه. اما این افسردگی نیست بچه‌ها، این مقطعیه و میگذره. درسته ممکنه اتفاقایی از بیرون بیفته که این روی زندگی ما تاثیر بذاره و ما رو متاسفانه افسرده بکنه. حالا این
مدتش چه مقدار میتونه طول بکشه مشخص نیست. مثلا خدای نکرده یک نفر عزیزش رو از دست بده، چقدر غمناکه، چقدر دردناکه. اونم وقتی که ما خدای نکرده این ور هستیم و یک عزیزمون رو داخل کشورمون از دست میدیم. خب مشخصه که این آدم واقعا در یک مقطع زمانی نابود میشه. ما باید به این آدم ها حق بدیم، ولی اینم ممکنه که به مرور زمان بهتر بشه بچه ها. یا اینکه مثلا ما یک دوستی داشتیم، اون دوستمون خیلی برای ما مهم بوده، حالا اون دوسته رو به هر ترتیبی از دستش دادیم. من نمیخوام وارد بحث دوستی بشم، اون دوسته دیگه نیست داخل زندگی ما و همینم ممکنه در ما ایجاد افسردگی بکنه که به نوع خودش این هم خیلی آزاردهنده است. پس ما باید معقولانه فکر کنیم و افسردگی رو با یک ناراحتی مقطعی اشتباه نگیریم. خب همونطور که گفتم اتفاقاتی از بیرون میفته و یا حتی ما پولمون از دست میدیم، یک وسیله اون از دست میدیم و این هم ممکنه در ما ایجاد افسردگی بکنه به صورت مقطعی. اما آدم‌های افسرده بچه‌ها یک سری شخصیت‌هایی دارن، یک سری عادت‌های رفتاری دارن که ما بلافاصله موقعی که با این آدم‌ها حرف میزنیم یا اگر این اتفاقا برای زندگی خودمون بیفته میتونیم تشخیص بدیم که این فرد افسرده است. اما اون شخصیت‌ها چی هستن؟ اون عادت‌های رفتاری چی هستن بچه‌ها؟ عادت‌های رفتاری آدم‌های افسرده اینه که خیلی دوست ندارن با بقیه صحبت بکنن، یا اینه یا اینکه خیلی پرحرفن، یعنی یا اصلا حرف نمیزنن یا تو یک جمع که هستن خیلی حرف میزنن. خب این دلیلش مشخصه دیگه، یا اینکه اصلا حرف نمیزنن، یعنی اون انرژی وجود نداره که حرف بزنن، یا اینکه انقدر تو این سینه‌شون درد و ناراحتی هست وقتی که یک جمعی رو میبینن دائما میخوان از این فرصت استفاده کنن و با دیگران صحبت بکنن. این به نظر من یکی از نمونه‌های افسردگیه، یا آدمای بسیار کم حرف یا آدمای بسیار پرحرف بچه‌ها. هر دوی اینها میتونن نه 100% جزو آدمای افسرده باشن. نکته بعدی، آدمای افسرده رو میتونید از ظاهرشون تشخیص بدید بچه‌ها. آدمای افسرده خیلی به خودشون نمیرسن، یعنی حتی اگر بهترین لباس هم داشته باشن، بهترین عطر هم داشته باشن، استفادهشون نمیکنن. علتش اینه که حالشون ندارن، علتش اینه که به خودشون میگن برای چی من باید این لباس رو بپوشم، برای کی باید این عطر رو به خودم بزنم، برای چی باید برم مثلا الان فلان چیزو برای خودم بخرم. اینها حال ندارن، مثلا حال هیچ کاری ندارن. عضلات این افراد به خاطر اینکه دائم میشینن و فعالیتی نمیکنن عضلات ضعیفیه، پاهای بسیار ضعیفی دارن. یعنی شما اگر به پاهاشون نگاه بکنید قاعدتاً یا خیلی چاقه یا خیلی لاغره و اصلا چهره عضلانی ندارن این افراد. چون انسانی که به نظر من میره ورزش میکنه خیلی کم میتونه با افسردگی دست و پنجه نرم کنه. چون آدمی که بلند میشه تا همون باشگاه میره یعنی برای زندگیش هدف داره بچه‌ها، یعنی میخواد خودش رو تغییر بده، یعنی میخواد خودش رو بهتر بکنه، یعنی میخواد اندامش رو زیبا بکنه. کسی که در زندگیش هدف داره هیچ وقت بدنش دفرم نیست، هیچ وقت لباس خیلی بدی نمیپوشه. ممکنه نفر پول نداشته باشه، اون کاملا قضیهش فرق میکنه. من دارم یه چیزی رو کلی به شما میگم، ولی آدمای افسرده پولش هم دارن، وقتش هم دارن، همه چیز رو دارن، منتها حال و حسشو ندارن. پس این یکی از مواردیه که شما میتونید آدمای افسرده رو به خوبی تشخیصشون بدید. دوستان، حالا که راجع به خرید و اینجور چیزا حرف زدن و گفتم که اینو همه چیز دارن و نمیخرن، بعضیاشون از اون ور پل میافتن، بعضیاشون هستن برای رها شدن از این وضعیت همه چیز میخرن، هر چیزی که حتی بهش احتیاجی ندارن رو میرن میخرن. تمام پسندازشون رو مثلا میدن یه گوشی آیفون میخرن، هر چیزی که تا حالا جمع کردن رو میدن یه چیز خیلی خوب میخرن، یه دوچرخه مارک میخرن، یک
لباس مارک میخرن، اما همه این چیزا رو هم میخرن، شاید ماکسیموم 5 روز 10 روز باهاش حال میکنن، بعد میذارنش کنار، دوباره برمیگردن به همون حالت اولشون. چیزی اینها رو خوشحال نمیکنه. شما بهترین چیزم به اینا بدید، بهترین چیزی که در ذهن اونها یک آرزو هست حتی بهشون بدید، بازم بعد از یک مدت اینا برمیگردن به همون فاز قدیم. یا یه مثال دیگه خدمتتون عرض میکنم. یک مثال دیگه، خرید اینا رو اصلا ولش کنید. اینا مثلا میگن که اگر فلان آدم، اگر فلان دختر، اگر فلان پسر در زندگی ما بود، اگر همچین آدمی کنار من بود، من دیگه افسرده نبودم. باور کنید اون خدمتتون عرض میکنم، این آدم میتونه این موقعیت رو پیدا کنه، اصلا با یه نفرم دوست بشه، همون چیزی که میخواد. خب ولی دوباره بعد از 5 روز 10 روز برمیگرده همون آدم افسرده میشه. چرا این آدم زودتر نیومد تو زندگی من؟ چرا الان؟ چرا اینقدر دیر؟ یعنی اینا همش دارن در گذشته زندگی میکنن، نمیتونن در حالت الان همکنون زندگی بکنن. اینه که زندگی اینها هر چی هم که به دست بیارن خیلی داشته هاشون رو خیلی سطحی میدونن، یا میگن که نه دیر به دست من رسید، این باید 10 سال پیش میرسید، این باید 20 سال پیش به دست من میرسید. و این دختره و این پسر دلخواهشون میاد در زندگیشون، عوضی که با این خوش باشن، عوضی که با این لذت ببرن از زندگیشون، دائم با تلخی هایی که تو گفته هاشون هست هم حال خودشون رو میگیرن، هم حال اون دختر و پسر رو. به خاطر همین خیلی زود دوباره این آدم ها تنها میشن. چون کدوم یکی از ماها هستیم که دلمون میخواد با یه آدمی که فقط راجع به چیزای منفی صحبت میکنه دوستی برقرار کنیم؟ بچه ها من فکر نمی کنم تعدادشون خیلی زیاد باشه. مسئله بعدی بچه ها سن و ساله. سن و سال هم میتونه در افسردگی تأثیر داشته باشه. به طب یه بچه موقعی که به دنیا میاد پدر مادرش کنارش هستن، خواهرش، برادرش، چه میدونم دختر خاله‌اش، پسر خاله‌اش، اعضای فامیلش، اینا همه بغل دستش هستن و این بچه احساس تنهایی نمیکنه. بعداً میره مدرسه، با آدمای دیگه دوست میشه، همه همسن و سالن، هم فکرن، خیلی علایق شبیه به همدیگه دارن، خیلی چی میگن انرژی دارن و اون موقع‌ها بچه‌ها اصولاً افسردگی رو کمتر تجربه میکنن. حالا اون که بیماری زمینه‌ای داره رو ما الان راجبش حرف نمیزنیم، ولی اصولاً چون بچه‌ن، چون نوجوانن، اینا امید به آیندهشون خیلی زیاده و کمتر دچار افسردگی میشن. اما هرچی این سن بیشتر میشه هی بیشتر میشه این افسردگی هم. میاد تو سنین 20 سال، حالا پول نداره، حالا شاید یه سری دیگر رو میبینه که اونا خوشگلترن ازش، اونا پولدارترن ازش و این ممکنه که درش احساس افسردگی رو به وجود بیاره. حالا بیایم یه پله بریم جلوتر، آدمای 30 ساله، دهه 30، دهه 40، دهه 50 و این هی بیشتر میشه. حتی ما چیزی داریم به نام بحران میانسالی. آدمایی که به بحران میانسالی مبتلا میشن واقعا در یک مقطع زندگیشون، یعنی بین سنای چه میدونم 37 سال تا 50 سال، یکو داون میشن، احساس میکنن که دیگه هیچ زندگی براشون معنا نداره، دوره اینا به پایان رسیده و هیچ دیگه اینا رو نمیخواد. در صورتی که این اشتباهه. تو هر سنی شما بچه‌ها میتونید آدمایی رو پیدا بکنید که هم فکر شما هستن. سخته، درسته، من اینو قبول دارم که خیلی سخت میشه، اما همیشه در سن شما آدمایی هستن که میتونن مثل شما فکر کنن. پس ما نباید خیلی راحت موقعی که به بحران میانسالی دوچار میشیم که غالب آدما میگن 80-90% آدما بهش مبتلا میشن، ما در اون موقع نباید کاملا داون بشیم و باید براش یه راه چاره پیدا کنیم و مدیریتش کنیم بچه‌ها. اما قبل از اینکه به نکته بعدی راجع به افسردگی اشاره کنم، یک نکته کوچیک راجع به بحران میانسالی مون. بچه‌ها این بحران میانسالی ممکنه خیلی زود به سراغ شما بیاد. گاهی میتونه ارثی باشه، گاهی به خاطر رفتارهای خود ماست. یعنی یه آدمی که
قاعدتاً بحران میانسالی رو باید تو سنین 40 45 50 تجربه کنه، اون رو در سنین اواخر دهه 20ش تجربه میکنه. یعنی تو 28 9 سالگی 30 سالگی میگه من دیگه تموم شدم. این بسیار فاجعه آمیز و خطرناکه. اگر شما به همچین چیزی دچار شدید، باید سریعاً فکر یه راه چاره براش باشید. حالا راه چارهش چیه؟ در انتهای ویدیو براتون توضیح میدم. اما نکته بعدی که موجب افسردگی ما آدما میشه بچه‌ها، شبکه‌های اجتماعی هستند. شبکه‌های اجتماعی. این گوشی رو شما برمی‌داری به این شکل، روز و شب اینو بالا پایینش می‌کنی. ببین پژمان و لیلا با همنا. اینو نگاه کن رضاست با یه دختر آلمانی رفیق شده. وای من الان این همه سال اینجا، چرا من نمیتونم مثل پژمان و لیلا خوشحال باشم؟ چرا من نمیتونستم یه دونه دختر اتریشی و آلمانی رو باهاش رفیق بشم؟ چرا من نمیتونم با فلانی رفیق بشم؟ این مقایسه کردن ها نابود میکنه شما رو بچه‌ها، از ریشه شما رو میزنه. نگاه میکنی میبینی که فلانی یک ماشین جدید خریده، یک رستوران رفته نشسته داره با 4 تا رفیقاش غذا میخوره. شما هی میای خودتو با اون فرد مقایسه میکنی و این نابود میکنه بچه‌ها، شما نابود میکنه. فلانی تونسته تا این مدت پاسپورتشو بگیره، من هنوز نگرفتم. خب نگرفتی که چی بشه؟ تو همچنان میتونی از زندگیت لذت ببری. تو ماشین 2 لول اصلا ماشین نداری، دوچرخه داری، همچنان میتونی از زندگیت لذت ببری. نه همش بهونه‌هاییه که ما برای خودمون میتراشیم که خوشحال نباشیم. اون با لیلاست، تو تنهایی، مهم نیست. تو هم میتونی 1001 اشغال دیگه بکنی که اون پژمان و لیلا یا اون رضا که براتون گفتم نمیتونن بکنن. میتونی بلند شی بری سفر. الان در اروپا هستی، میتونی بری از این بلیط‌های ارزون بخری و بری چند تا کشور اروپایی رو ببینی و لذتشو ببری. و همون تنهاییت میتونی، چون وقت داری، چون وقتت برای خودته، چون به کسی مسئولیتی نداری، میتونی بلند شی بری و از زندگی لذت ببری. اما تو خودت نمیخوای رفیق، تو خودت میخوای همچنان برای خودت یک بهونه درست کنی که ناراحت باشی. تمام زندگی تو این گوشی تلفن همراهته که ببینیش و از داخلش نگاه بکنی به زندگی‌های آدمای دیگه و قصه بخوری. این زندگی توه و هیچ برنامه‌ای هم براش نداری. از صبح که بلند میشی همینه، تا شب که میخوای بخوابی همینه. این گوشی بغل دستته و دائم داری خودتو با بقیه مقایسه میکنی و این اشتباه رفیق. دنبال یه راه چاره براش باش. اینقدر خودتو با دیگران مقایسه نکن. بچه‌ها گاهی ما واقعا خودمون افسرده نیستیم، ولی اینقدر شخصیت تاثیرپذیری داریم، اینقدر دیگران میتونن روی ما تاثیر بگذارن با حرفاشون، با حرکاتشون، که ما دچار افسردگی میشیم حتی اگر به صورت زمینه‌ای افسرده نباشیم. این یعنی چی؟ یعنی من میام نگاه میکنم ببینم بقیه نظرشون راجع به من چیه. هی میرم از این میپرسم موام خوبه مدلش، این گوشی که خریدم خوبه، این لباسه به من میاد، این ورزشی که دارم میکنم درسته؟ یا هر کی میاد به ما میگه که فلان کارو نکن، فلان کارو بکن، یا تو اینجوری هستی، وای چقدر زشتی، وای چقدر شکم آوردی، وای چرا این شکلی شدی. اصلا مهم نیست. آقا من اینم، سنم اینه، قیافم این شکلیه، چه میدونم برخوردام اینجوریه. اگر داره شما رو ناراحت میکنم واقعا متاسفم، اما ببخشید من براش نمیتونم کاری بکنم. من همینم، اینم. البته که اگر شما یک رفتار زشت دارید باید اون رفتار رو ترک بکنید، اما اگر شما دارید معمولی زندگی میکنید و مطمئن هستید که شما نمیخواید به دیگران آسیب برسونید و حرفاتون به دیگران آسیب نمیرسونه و این دیگران هستن که میخوان به شما آسیب برسونن با حرفاشون، شما باید همه رو ببخشید معذرت میخوام ایگنور کنید و دایورتش کنید به یک جای دیگه. پس خیلی به حرف دیگران اهمیت ندید. اکثر این آدمایی که از شما ایراد میگیرن بچه‌ها، خودشون از زندگی خودشون راضی نیستن. اکثرشون
خودشون مشکل دارن، حالا چون خودشون مشکل دارن میخوان در تو هم مشکل رو ایجاد بکنن، پس زیاد اهمیت بهشون ندید. اینکه اون چه فکری میکنه مهم نیست. تو دنیا 7-8 میلیارد آدم وجود داره که ما نمیتونیم همه رو راضی کنیم. حتی اون پیامبرام که اومدن نتونستن همه رو هم فکر خودشون بکنن. پس زیاد به این فکر نباشید که دیگران رو هم فکر خودتون بکنید. این چیزی که مهمه اینه که شما یک مسیر درست رو در زندگی برید، به دیگران آسیب نرسونید. اما اینکه اگر بقیه مشکل دارن با شما، مشکل خودشونه نه مشکل شما. نکته بعدی نشخوار فکریه. نشخوارهای فکری باعث میشن که ما افسرده بشیم. آی الان محلمون چه خبره؟ آی من پدر مادرم نیست پیشم، اگه الان اینا پیش من بودن، اگه الان خواهرم بود، اگه الان برادرم بود، اگه چه میدونم دوستان بودن، چقدر میتونه زندگی من قشنگ میشه. وای چقدر دلم برای بقال محلمون تنگ شده. اگر میتونستم یه بار دیگه اون بقاله رو ببینم، چه میدونم درختای خیابون ولیعصر رو ببینم، برم دربندرکه. ببخشید بچه‌ها من مثالا رو میزنم چون من بچه تهرانم، حالا شما باشو محله خودتون. اگر میتونستم اینا رو ببینم چقدر میتونست حالم بهتر بشه. خب اگر میخواستی دائما اینا رو ببینی، همش اینا رو ببینی، چرا مهاجرت کردی رفیق؟ مهاجرت برای انسانهای قویه. یعنی شما اگر مهاجرت کردید، لول قدرت روحی و فکریتون بارها و بارها از آدمایی که مهاجرت نکردن و دارن در محل زندگی خودشون زندگی میکنن قوی تره. همیشه مهاجرها باعث تغییر شدن و اکثرا غالبا این مهاجرت ها باعث شده که پیشرفت به وجود بیاد. همین قضیه آمریکا رو شما نگاه بکنید. امریکایی‌ها مهاجرت کردن و امروز قاره آمریکا اینه. چه میدونم کانادا اینه. استرالیا وضعیتش این شکلیه. پس مهاجرت میتونه تغییر به وجود بیاره. قاعدتاً قضیه افسردگی میتونه شاخه‌های مختلف داشته باشه، نوعای مختلف داشته باشه. بعضی انقدر افسردن که حال ندارن از تخت خوابشون برن دستشویی. خب شما به این آدما نمیتونید راهکار بدید. اینا حتما باید برن پیش پزشک، حتما باید دارو مصرف بکنن. پس من توصیه میکنم اگر شما یک افسردگی زمینه‌ای دارید یا شما میدونید که در خانواده‌تون هم آدمای افسردگی زیادی وجود دارن، بهتره برید پیش یک روانشناس، برید پیش یک روانپزشک. اونها بهتر میتونن به شما کمک کنن. شاید مجبورید که دارو هم مصرف کنید برای مدتی. من دکتر نیستم، نمیدونم بچه‌ها، ولی بعضی وقتا واقعا آدم احتیاج به یک کمک داره و شما باید این کمک رو از یک پزشک دریافت کنید. اما اگر که احساس میکنید که خب میتونید خودتون این افسردگی رو از بین ببرید، راههایی براش هست. مثلا اینکه کمتر تو خونه بشینید، سفر کنید، نمیدونم دوچرخه بخرید برید دوچرخه سواری بکنید، یک بازی کامپیوتری بازی کنید، یه فیلم قشنگ رو برید داخل سینما ببینید. سعی بکنید با آدما ارتباط برقرار کنید، دوست بشید. من همیشه اینجا به شما گفتم بچه‌ها، من همیشه گفتم دوستی در اروپا یک به توان 5 اگر اون دوستتون خارجی باشه و 1 به توان 10 اگر اون دوستتون ایرانی باشه. یعنی یک دوست ایرانی واقعا اینجا خیلی ارزشمنده بچه‌ها. دوست خارجی هم خیلی ارزشمنده، به شما خیلی کمک میکنه، ولی غالبا یک دوست ایرانی به شما بیشتر کمک میکنه. این نظر منه، چون یک ایرانی بهتر شما رو میفهمه، یک ایرانی با فرهنگ شما آشناتره، یک ایرانی دردهای شما رو بیشتر میتونه حس بکنه و بفهمه و به شما کمک بکنه تا به یک خارجی. شما حتی نمیتونید بشینید به یک خارجی چه میدونم یک موزیک ایرانی گوش بکنید و هر دو باش لذت ببرید، یا موزیک کشورمون رو گوش بکنید و لذت ببرید. با یک ایرانی شما میتونید راجع به یه سری چیزا بخندید که با یه خارجی نمیتونید، اما همچنان اون دوست خارجیتون هم خیلی میتونه بهتون کمک کنه. به هر حال شما رو مجبور میکنه که باهاش با زبونی که هر دو یاد گرفتید یا اون بلد زبون مادریشه با اون زبون صحبت بکنید. این باعث تقویت میشه، باعث تقویت زبان در شما میشه، باعث یادگیری فرهنگ دیگران در شما میشه و اینم برای خودش بنفیت‌های خودشو داره.
اینم برای خودش مزایای خودشو داره بچه‌ها. شما با فرهنگ‌های دیگه آشنا میشید و این شما رو قوی‌تر میکنه. پس یک دوست خارجی هم بسیار مهمه. نگید خب من فقط با ایرانی، نه، هر دوش در کنار هم. هر چی بیشتر بهتر. دوست، من میگم هر چی شما بیشتر داشته باشید بهتره بچه‌ها براتون. دوست خوب، دوست خوب، نه دوستی که فکر منفی داره، نه دوستی که حسادت میکنه، طمع به مال شما داره، طمع به زندگی شما داره، طمع به همسر شما داره. اینها نه. دوست خوب، دوستی که خود شما فکر دارید، اندیشه دارید و میتونید تشخیص بدید که چه دوستی دوست خوب شما محسوب میشه. اگر از اینا دارید واقعا خوشبختید. اون دوستی که به شما میگه هی برید بشین ما هم دیگه سیگاری بزنیم، مشروب بخوریم، چه می‌دونم این کنیم، واقعا اون دوست به درد شما نمیخوره. اون دوست شما رو بدبخت میکنه. زیاد به این دوستا اهمیت ندید. بچه‌ها یه چیزی رو بهتون میگم، از صمیم قلب خودم بهش اعتقاد دارم. تنهایی خیلی هم بد نیست و حتما آدم افسرده نمیکنه. آدمای تنها گاهی بسیار خلاقن. ما صادق هدایت رو داریم در فرانسه. چه کتابایی نوشت، چه آثاری خلق کرد. تنها بود و این تنهایی باعث شد که اون کتابا رو خلق کنه. شاید اگر صادق هدایت دورش پر دوست بود که ما میدونیم نبود، کتابا رو نمی نوشت، یا نیچه. پس تصور کنید، در نظر بگیرید که همیشه تنهایی بد نیست. بی کسی بده، چرا؟ ولی تنهایی بد نیست. تنهایی باعث این میشه که شما خلاقیت پیدا بکنید، مدیریت بحرانتون بره بالاتر، بتونید آدم قوی تری بشید و اگر یه چیزی رو به دست آوردید قدر اون چیز رو بیشتر میدونید. مثلا شما میاد با یه آدم خوب آشنا میشید، بسیار شما قدر اون آدم خوب رو بیشتر از یک نفر میدونید که دور و برش شلوغه و پره. پس اینم در نظر بگیرید که تنهایی اونقدر بد نیست. خب اینم از مبحث افسردگی که حرف راجبش زیاده و من میتونستم ساعتها راجبش صحبت بکنم، ولی خب به همین مقدار به چیزای مهمش بسنده کردم. امیدوارم که مورد پسند شما قرار بگیره. اما قبل از اینکه ویدیو رو ببندی، میخوام راجب ویدیوی قسمت بعدی با شما صحبت کنم که کاملا به این ویدیو ربط داره. اونم قضیه دوستیابیه. ما در ویدیوی بعدی میخوایم راجب دوستیابی در زمان مهاجرت صحبت کنیم. پس اگر نمیخوای اون ویدیو رو از دست بدی، همین الان کانال رو سابسکرایب کن و یه لایک هم برای من زیر ویدیو بذار و اگر میتونی یه کامنت بذار که واقعا خوشحالم میکنه. همین دیگه بچه‌ها، خیلی خوشحال شدم. اینم از ویدیوی امروز. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار. بای بای.